اوه، تست کرونای پور محمدی مثبت شده. حاجی برات متاسفم، باید قرنطینه بشی. چی؟ نمیخواد بر من نقشه بکشی. من حالم خوبه. آقایون اصلا میدونید چیه؟ به من میگن پور محمدی دراکولا. گنده تر از کروناش نتونه تعریف من بشه. داری جون میکنی آزما، کسی نداری چی؟ جز ما. اوه، شما نفلات چرا برقصید؟ حاجی بابا کوتاه بیا. خفه فیروز آبادی، به یاد حاج قاسم نوحه گوش میدیم. تو این وضعیت باید دلا رو ببریم پیش حاج قاسم. خوب شد حاجی رفت کرونا نگرفت. آورد خبر از ما از اطراف فرودگاه، هنگام سپیده قاسم ترکیده، چشم و دلتون رو. حاجی تستت مثبت شده. حاجی باید بری قرنطینه. حاجی دهنت آسفالته. آخه بابا من اینجا چه غلطی بکنم؟ هی میگن نباید دست بدی، نباید ریش عظما رو ببوسی، نباید هیچ غلطی بکنی، باید دستاتو بشوری. خسته شدم بابا. حاج آقا تشریف به داری؟ من میگن جنتی. من بدتر از کرونا رو لوله کردم. مسواک تو ضد عفونی کردی؟ با چی؟ الکلا رو همه رو فرستادن بیت ولایت. فرستادن بیت ولایت؟ حالا ما اینجا چیکار کنیم؟ حاجی نکنه منم بگیرم، من بدنم ضعیفه ها. چی میگی بابا تو؟ میگن کرونا رو گاومیش اثر نداره. رو دایناسورا چی؟ خفه بمیر. من رفتم تو قرنطینه خودم یه تماس با عظما بگیرم ببینم چه غلطی بکنیم. باشه حاجی، منم یه چرخی میزنم. اوه چقدر عبا و عمامه. بذاری عبا رو بپوشم ببینم اندازم میشه. لعنتی چقدر تنگه. من از کرونا خفه شدم. نمیرم، از دست کارهای تو گنده بک حتما سقط میشم. یه فکر خوب به ذهنم زد. نامه بفرستیم جهنم پیش امام. بابا کرونا الان تو جهنمم پر شده. تو هنوز امام رو نشناختی. کرونا پیش مالاته، پیش امام شکولاته. خفاش پیش امام ویروساش میریزه. لکن خیلی خرن، واسه من نامه فرستادن. حالا چی توش نوشته؟ توش نوشته امام کمکمون کن. لکن علی گدا خودش نایب منه که پدر جد کروناییم. شما خفاشا جمع کنید بازی کروناتون رو، یه فتوا میدم کرکوپرتون بریزه.